خبری تلخ ثانیه‌های پیش به دست من رسید. متاسفانه علی انصاریان، بازیکن سابق تیم پرسپولیس و البته استقلال تهران، جان خودش رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن 43 سالگی از دست داد. علی انصاریانی که خیلی خوشخنده بود، خوشرو بود، ولی خب دیگه توی سن 43 سالگی عمرش کفاف نداد برای بیشتر از این زندگی کردن و متولد 14 تیر ماه سال 1354 بود. تا روز گذشته علائم حیاتی خیلی خوبی داشت، بدنش داشت دووم می آورد. به ویروس کرونای انگلیسی میگفتن مبتلا شده بوده، ولی میگم متاسفانه شب گذشته ساعت 2:30 صبح به وقت تهران که بستری بود در بیمارستان فریختگان، 90% ریش رو ویروس کرونا گرفته بود و بردنش به خواب مصنوعی یا اصطلاحاً کما که بتونن بهش اکسیژن وارد بکنن و حال زیاد خوبی نداشت. و صبح امروز هم به خانواده‌اش و به مادرش خبر داده بودن که آخرین دیدارها رو با علی انصاریان داشته باشه. علی انصاریانی که همیشه میگفت عاشق مادرشه و به خاطر مادرش ازدواج نکرده و دیوانه‌وار مادرش رو دوست داشت. و اتفاق تلخ‌تر این بودش که در روز مادر جان خودش از دست داد. بازیکنی که 34 ساله بود، از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و همیشه خوشرنده بود. در بسیاری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی بازی کرده بود. حتی یک آهنگ هم به اسم شدید در سال 90 منتشر کرده بود و اجرای تلویزیونی فوق‌العاده‌ای داشت. اما متاسفانه علی که از دوستان خوب منم بود و بارها حالا آلمان اومده بود دیده بودمش، متاسفانه جان خودش رو از دست داد. برای خانواده‌اش طلب صبر می‌کنیم و امیدواریم که بتونن غم علی انصاریان رو هضم کنن و کلا جامعه فوتبالی ایران که مرداد میناوند رو هم چند روز پیش از دست داده بود و حتی پزشک خانواده و نزدیکان علی انصاریان هم گفته شده بود بهشون که خبر فوت مرداد میناوند رو به علی انصاریان ندن که روحیه‌اش رو از دست نده و مقاومت بکنه و برای همین تیم ویژه‌ای از حراست و افراد دیگه نزدیک علی انصاریان گذاشته بودن که علی رو بهش خبرش رو ندن، خبر فوت میناوند، و گفته بودن خاص شده از بیمارستان. متاسفانه این اتفاق تلخ افتاد براش. طلب آمرزش میکنم. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بود. من واقعا خیلی حالم گرفته است از این اتفاق و امیدوارم که شر ویروس کرونا هم کنده بشه از این مملکت و این کره خاکی. مرسی.